شخصیت های که پدر و مادر تو حیات هم ببینه که پدر و مادر در حیات غنیمت نیستن، دائمی نیستن. باور کنید از این جان که صاحب می آوردن جا مادرش و خدمت میکردن، دعاش میگرفت، امروز دیگه نیست. هزار دیگه سر تا در دیوار هم زنی نمیاویش، خاک پاش در دیدار بشکی. و این خاطر به قدر پدر و مادر برسید. پدر و مادر دائمی نیستن، میرون والله قسم عمر جاشون خالی میمونه. خدمتشون نکنه، دعاشون بگیره. پدر و مادر خیلی بزرگه. شخصیت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله گفت من احق الناس بحسن قرابتی. و یا رسول الله همه حقدارترین شخصیت در بالای من کیه؟ پیغمبر بزرگوار گفتن امه، گفتن مادرت. و یا رسول الله بعد مادر که گفت ثم امک، بعد از مادر با مادرت. گفت بعد از مادرم که گفت ثم امک با مادرت. گفت جناب پیغمبر سه بار گفت همه حقدارترین مادره، بعد نوبت چهارم گفت پدره. به چی خاطر؟ به خاطر که مادر یک عمر ای داغی تو میسوزه، یک عمر ای روی ترنج میکشه. مادر شخصیتی که ای روی فرزند نه شب خواب داره و نه روز، دائم فکر میکنه جونی خودش میسوزه اما درد چگونه مینه و غمی فرزند میخوره. سینه پرمهر مادر تا لحد آسوده نیست. دوستای خدا میگن سینه او تا لحد چه پرغمه، غم فرزند داشت. به این خاطر ما و شما به قدر پدر و مادر برسیم، در زندگیشو خدمتشون نکنیم، دعاشون بگیریم. ببینیم میرفتن دائمی نبودن، میرفتن جاشو ابدی خالی میمونه. میره او جایی که پدر و مادر میگشت دیگه نیست، خالیه. میخوایی که یک بار بیاویش در آغوشت بگیری، یک بار دعاشت دیگه بگی نه نمیاویش دیگه. یکی عزیزای خدا را حکایت میکنن که وقتی پدرش بندگی کرد بسیار گریه و ناله زیاد کرد. بعد شاگرداش گفتن حضرت شما دائم ما را نصیحت میکرده که در مصیبت پدر و مادر صبر کننده باشه، اینقدر گریه و ناله داره. حضرت گفت برای پدرم گریه ندارم. گفت گریه من برای همینه که امروز خداوند یک در ای درهای جنت در روی من محکم کرد، پوشیده گردوند. تا وقتی که پدرم زنده بود مادرم زنده بود میرفتم دعاشو میگرفتم، خداوند درهای جنت درون بوی میکرد، میگه کدومش میخوای داخل جنت شه. امروز در جنت در روی من محکم شد. پدر و مادر شخصیتیه که دعاشو میگیری جنتی میشه، دعاش خوشبختت میکنه. رضاش با رضاگی خدا، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. جناب پیامبر میگه راضیگی پدر و مادر راضیگی الله است، قهر غضب پدر و مادر قهر غضب الله است. ببینید چی قدر بزرگوارا ما به قدرشون نمیرسیم، میرسیم به قدرشون بعدی رفتنشون. وقتی میرم بعد دیگه انگشت حسرت میکشی که دیگه وقت دیگه دیرش دیگه. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار به قدر پدر و مادرمون برسیم. پدر و مادر خیلی بزرگه. باور کنه که به قدر پدر و مادر شخصیت میرسه که ایدستش میگه. وقتی میروه جاش خالی میمونه، بعد میسوزی، بعد میخواهی که یک بار دیگه بیایش که محال ناممکنه پیداش کردن میشه. به همین خاطر حرکت کنه که به قدر پدر و مادر برسه، خدمت پدر و مادر بکنه، دعای پدر و مادر